سلام همراهان عزیز و گرامی، همراه من باشین تا با هم خورش آلو کرفس خوشمزه و لذیذ درست کنیم. یک عدد پیاز متوسط یا بزرگ رو خلالی برش میدیم و در مقداری روغن سرخ میکنیم. حالا یک عدد سینه مرغ رو از استخوان جدا میکنیم و به اندازه های دلخواه برش میدیم. گوشت ها رو میشوریم و همراه پیازهای نرم و سبک شده تفت میدیم تا خوب سرخ بشه. در این مرحله مقداری از ساقه و مقداری از برگ ترد خرد شده کرفس رو میشوریم و همراه بقیه مواد تفت میدیم. به میزان لازم زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم. حدود 1 تا 1.5 لیتر آب اضافه میکنیم تا جایی که روی مواد گرفته بشه. وقتی به جوش اومد به مقدار لازم نمک میریزیم. در قابلمه رو میبندیم و شعله رو ملایم میکنیم. مدت تفت برای این غذا حدود 1 ساعت هستش. در 1 رو تا 20 دقیقه آخر آلو سبزار اضافه میکنیم. وقتی آلو نرم شد و تقریبا غذا به روغن افتاد آماده سرو است. دوستان عزیز، خوشحال میشم برای حمایت از ما لایک کنین، کامنت بذارین و نظرات قشنگتون رو بگین و ما رو سابسکرایب کنین. ممنون میشم. نوش جان.